قلبي والهان عمقام الهرر السلطان تهنيت نسيت الأحزان يلي جواني ميلت قلبي والهان عمقام الهرر السلطان. Avval assalomu alaykum do'stani aziz va tomoshabinoni giromi. صبح همگان بخیر و شادی باشد. امروز ولاگ نوبتی خود را از صبحانه آغاز میکنیم. اینجا من صبحانه آماده کردم. 2 دانه تخم پمیدور، болгарский перец میزبانم، نمک میجوشم، کمتر زیره اگر زیره باشد. تخم را 4 دانه 5 دانه با خواهش خودتان چقدر که در اویل نفر باشند همون قدر نگاه کرده تخم رو لحظه زده و رویش میاندازیم و علوی پاست کرده دم میکنیم. همین خیلی به حد با مزه میبرد. پیش نیم شب من تست آماده میکنم. با من معقوب است. از کالباسه هیچی در کنی. اگر خواهید کالباسه اندازید، اگر خواهید نه. و رویش میتونید باز زیلی یا که سیر از ترک گذرانده پوشید. همین خیلی بستم. در اینجا باشد بدری هنگام آمدم از تاجیکستان. همین بدری سنگوتی آوردم. اینجا روغن زرد آوردم، مغز زیرگوندگی، ورینی زردالوگین، چند نمود فطیری تاجیکستان آوردم. صبحانه ما امروز همین خیل. کسی اگر نهاری کرده ایستاده باشند و همه شمایان اشتهای صاف تمنا دارم. مرحمت ولاگ ما را تا آخر تماشا کنید و البته کامنتاری خود را نویسید. به حد خوشحال می شوم و مینتوری خود رو به هر یک شما با سخنهای نیکتان که در پایان ویدیوهایم میمونیدن به حد خرسند می شوم. خوانده دلبرداری می کنید. رحمتیکا که شمایان هستید با ما باشید و نوارها را تا آخر تماشا کنید. در اینجا باشد من حلوای تر آماده کردم. نمیدونم در طرفای شما چی میگویند. در طرفای ما حلوای تر میگویند. روغن میاندازیم، ارد میزیربانیم و نبات انداختم. رنگش خوش رو آمد. به حد به مزه. سلام درودی بگویم به هر یکوی شمایان دوستان عزیز. به همتون بخیر و شادی باشد. اینجا ساعت در سنت پترزبورگ 8:30 پگاهی روزی، چون که ما اسمین برآمدیم. تصمیم گرفتیم که همراهی کارگران یک چند نفرشان به سفیسکی باز بیایم. سفیسکی باز این تقریبا 2 استانوفکا از جای کارمون دورتر است. اینجا به حد ارزان گفتند. اساسا ما برای سمبوسه خوری آمدیم.
و میبینیم کمتر خرید نیست برای خانه میکنم و تر میوه هاش ارزان بوده است. تر میوه و سبزیجاتش چهل تومن شبانه کار میکنم. چند روز پیش کارگران قریب همهاشون زنها برای سنبوسه خوری آمده بودن. من کمتر کارم بود، آمدگی نبودم و امروز خواستم مزهش رو چشم. حاضر همونجا روانه شده ایستاده‌ایم. چند روز پیش آمدگی بودیم و ششلیک خوری تکلیف کرده بودن کارگرا. در حقیقت به من معقول شد. نه همه ششلیک ها من به معقول میشد. این در حقیقت اولی جناب بود. اینجا میخیل من چند سال پیش بازار به کار میکردم. در پیتر بورس زکس میکردم از همشهری همو، از دو بازه کالینسکی بازه و بعد سفیسکی بازه همینجا زکس میکردم. لیکن دیدگی بودم آنها فقط بوره میبردم. من تلفن کتی بوره زکس میکردم، شوفیراشان برده میدادم بوره. من باز پولشه همراه شوفیراشان نکلاتنو حساب کرده داده میفرسوندم. لیکن اومدگی نبودم. من اومده حاضر همینجا تندر سمسا نوشتگی حاضر میدرویم میچشم. من سامبوس زکس کردم. یک دونه حاضر به زکس کردم. بهت کلام بوده 60 روبل روسی. درونش پوری گوشت با مزه. حاضر افشکا کارگرم کارگو رفتن. اونجا ما اسمین برامده بازار رفتیم. اونجا کمتر خرید کردیم. من انگور گرفتم 5 روبلی. انگور حسینی کیلوش 50 سومه. فطیر خریدم. فطیر ورقین 30 روبلی بوده است. فطیر مایده پخلاوا گرفتم. گوشت خریدیم 450 سومی بوده است کیلوش. قریب 2 کیلو گرفتم. حاضر اکنون خون نورافزودیم. اسمین برآمده ساعت الکی اینجا ساعت 10:30 شده است. تا خانه میرم 1.5 ساعت میگذرد. مترو کتی اینجا پلاک شاورما بوده است. منطق لغمن شوربا. اینجا کافی بوده است. انا همین بود نواری ما. حتما کانالی ما رو دستگیری کنید. لایک کامنت نیز نویسید. خرسند میشم. امیدوارم نواری من پسندتان اومد. کمتر باشدم از سرویسکی بازم بازوری کلون افتم نوار گرفتم. اکنون نرخ نوارش گرفته کنه. اینجا پمیدوراش بود ارزان. خیر اکنون همه چیاش اکنون بعضی چیزاش ارزانی. خربوزه 55 روبلی بود کیلوش. ترپیده. با همین با شما خداحافظی میکنم. خیر تا نوارهای آینده. در پناه خدا باشد.
سفر کردم برای دور عزیزان، به شهری دیگر و ملکی غریبان.